برای خواهر شوهرم خواستگار می اومد. البته خواستگار نمی اومد دیگه، مثلا میخواست ازدواج بکنه، دنبال این بود که خواستگاری داشته باشه و از این حرفا. بعد مثلا میسپردن دیگه، حالا اگه کسی هست بیاد حالا با هم دیگه صحبت بکنن، شاید با هم دیگه مثلا تفاهم داشته باشن، میسپردن این بر اون بر که مثلا حالا کسی میومد دیگه. بعد حالا توی دو مورد، کلا دو مورد اومد اینجوری که بعداً فهمیدیم. یه روز رفته بودیم اونجا، خب ما فاصلمون خیلی زیاد بود دیگه، کم کم میرفتیم و اطلاعات هم به ما نمیدادن، همه چی محرمانه بود، هیچی نمیگفتن به ما. بعد یه وقت دشمن شاد نشن. بعد حالا یه دفعه که رفته بودیم دیگه، مثلا برای نامزدی ما دعوت بودیم، ما کلا متوجه نمی شدیم تا اینکه زنگ می زدن میگفتن مثلا مراسم نامزدی بیاین یا عروسی اون خواهرت بیاین، که دیگه ما مثلا متوجه نمی شدیم که چه جوری بوده، چه اتفاقی افتاده، کی هست کی نیست، کی اصلا برای چی، اصلا هیچ ما متوجه نمی شدیم. بعد زنگ زدن که مادر شوهرم که بیاین نامزدی خواهر یکی مونده به آخره. خلاصه ما رفتیم، همه خواب بودن. وقتی که رسیدیم شب بود، همه خواب بودن. مادر شوهرم گفت بیاین تو آشپزخونه بشینید. رفتیم تو آشپزخونه نشستیم، گفت ببینین ما هنوز لباسامون رو در نیورده بودیم، هنوز یه آب نخورده بودیم، یه چای نخورده بودیم، هیچی. ببینین دو تا خواستگار اومده بود، یکیشون خیلی خوب بود، خیلی پولدار بود، خیلی آدم حسابی بود. ما هی گفتیم اونو قبول کن. قبول نکرد اونو، گفت نه من نمیخوام، اون افاده داره، اون نمیدونم از خود راضی فلان. اون یکی دیگر رو قبول کرد، اون خاک تو سرشون، به درد نمیخوره، پسر سربازی نرفته است، باباش حالا شاید سربازیشو براش بخره، زمینی کشاورزی دارن، پسشون خوب نیست. حالا بابای گفته کمکش میکنه، بعد حالا شاید مثلا یه مغازه‌ای بزنه، چیزی بود که بابا تو سلیقه خودشه دیگه. اون وقت آفتابه رو گرفت رو دخترش. متحده که ما چیزی گفتیم، حالا اطلاعات میدی یه دفعه اینجوری میریزی رو سر آدم، سنگوب میکنه. تو رو خدا نگو اینجوری دیگه. هیچ، رفتیم مراسم نامزدی. البته دیگه عمر نامزدیشون و عمر ازدواجشون به دنیا نموند، زود طلاق گرفتن.